دل ربا می پرورم کرده عشقت را چو دل در سینه جا می پرورم کرده عشقت را چو دل در سینه جا می پرورم قدت را به باغ دلکشا می پرورم طبیعت با هنرپیشه بزرگی شادروان ما توفیق فاضل و نه تنها استعداد بلکه یک جهان جاذبه عطا نموده بود. این جاذبه نه تنها در آواز آن کس، قد و قامت زیبایشان، سیرت خوشرویشان، دلکششان، بلکه در هنر و در استعداد آن کس معلوم بود. توفیق فاضل به 25 اپریل سال 1917 در شهر تاشکند در عائله سرکار تولد یافتند. در 2 سالگیشان آن کس از پدر محروم گشتند. مادرشان همراه 4 فرزند به زادگاهشان شهر کانبادان برگشتند. در یکی از حولیچه های خردی خیشتباران استقامت کردند. توفیق خیلی خردسال بود. سالهایی که وی قامت راست میکرد بسیار سالهای وزنین بودند. در 7 سالگیش روزی در پیش دروازه تنها مایوس غمگین راست ایستاده بود. ناخواست یک زنک از کوچه میگذشت. به این دخترچه تیره چهره چشم انداخت و گفت که تو چی؟ مادرت نیستن؟ میگن که خودت هستی؟ نه مادرم در خانه کدام یک شخص کار میکنند، من خودم تنها. میخوای من تو را به اینترنت برم، آنجا اشکمت سیر میشود، آنجا به تو نگاه بین میکنن. و دخترچه را به اینترنتی نوی دوره شوروی گرفته برد. مادرش که در خانه مردم خدمت میکرد آمده در منزل خودش دخترچهش را نیافت. در جستجوی وی آخر به اینترنت آمده او را جسته توانست. نه تنها برای این دخترچه بلکه برای مادرش هم در همین اینترنت کار یافت شد. همین طور توفیقان خردسال در اینترنت کلان شدند. در همانجا در مکتب تحصیل کردند. بعدتر در این مکتب محفل هوسکاران تشکیل شد. توفیقان در آنجا اشتراک میکردند. راهبران این محفل استعداد این دخترش را تیز پای بردند. به وی نواختن دوتار، دایره و دیگر اسبابها را یاد دادند. معلوم شد که این دخترچه می‌سراییده است، آواز بسیار دلنشین داشته است. آواز وی را هم کمتر یاد دادند. من همین طور توفیق فاضل و تا صنف هفتم در این اینترنت تربیه یافت. همین وقت سال 1930 در شهر کانبادان اولین تئاتر هوسکاری تأسیس می‌یابد. از بس که در این تئاتر هنرپیشگان قریب نبودند، از اینترنت بعضی هوسکاران
خصوصا توفخان فاضل و جلب گردیدن. اولین سپکتاکلی که این تئاتر نوبنیاد و تماشابینان نشان داد این لاله خان نام داشت. این اثری چندان کلان نیست، اثر یک پردگی کامل یاشین می باشد که از زبان ازبکی بعد به زبان دیگر خلقها ترجمه شد. لیکن تئاتر کانیبادام این اثر را از تئاترهای ازبکستان قبول کرده به همان زبان ازبکی در صحنه نشان داد و رول اساسی لاله خان به همین تحفه خان 13 ساله سپرده شد. البته این دخترچه آن سالها از ملکه های هنر اکتوری یک آگاه نبود، چیزی را نمیدانست. لیکن در سیمای این دخترچه گفتن ممکن بود که خودش را هم تجسم نبود. دختر یتیمی را تصویر کرد که در خانه مادر اندر بسیار عذاب میکشد، لیکن کمسمال ها در گرد اطراف او جمع آمده و او را تشویقات میکنند که فرنگیش را پرتاید و همین طور این دخترچه خردسال لاله خان به کارهای جمعیتی جلب میگردد. اما همین نقش اولین گفتم ممکن که یک سبق برای توفخان بود. بعدتر آوازخوانی توفخان را به نظر گرفته گاه در چایخانه سرخ که در کانیبادام تشکیل یافتگی بود، راهبران این دسته نویسندگان او را گاه جلب می نمودند. در تئاتر کانیبادام آن سالها کارگردانهای پرتجربه نبودند، بنابراین توفخان به طور خود آموزی بعضی لحظه های صحنه را از خود نمود و در بعض کنسرت های سپکتاکل هایی که همان سالها نشان داده می شدند و اشتراک می کرد. این بسیار بازیافت بزرگی برای تئاتر حساب می یافت. محض توفخان را به نظر گرفته تئاتر کانیبادام سال 1932 حلیمه نام یک درامای مشهور ازبکی را به زبان تاجیک ترجمه نموده در صحنه نشان دادند. این سپکتاکل درباره حلیمه نام یک دختر نقل کرده می شود که پدرش وی را مجبوراً به آدم پیر به شوهر می دهد و دخترک از چنگال این پیرمرد خلاص شده خودش را به حوض می پرتاید و آزادی را افضلتر می شمارد. از بس که این درامای موسیقوی بود، بسیار سرودها داشت، توفخان در اجرای این سرودها قابلیت خوانش خودشان را نشان داده توانستند. آوازه توفخان از کانیبادام تا به تاشکند می رسد. در تاشکند می فهمند که در کانیبادام یک دختر بسیار زیبای خوش آواز پیدا شده است. برای همین تئاتر موسیقوی شهر تاشکند که سال 29 تشکیل یافتگی بود و در جستجوی استعدادها کافت داشت، این آوازه را شنیدند. فی الحال نماینده خودش را به کانیبادام میفرستد و این نماینده در حقیقت توفخان را در سپکتاکل حلیمه دیده معقول میشمارد و تشویقات میکند که به شهر تاشکند رود. همین طور توفخان 16 ساله به تاشکند تشریف میفرمایند. در تئاتر موسیقوی شهر تاشکند آن سالها یک چند اربابهای خیلی پرتجربه پیدا شدگی بودند و یکی از هنرپیشه های نامی این تئاتر حلیمه ناصیرова بود که در همه درامه های موسیقوی رول های اساسی را اجرا میکرد. از بس که این برآمد وی تست تکرار میشد، بار وزنی بود، برای همین یک حافظه دیگری در کار بود که گاه به جای وی برآمد کند. توفخان فاضل و یک بازیافت بزرگ برای این تئاتر ازبک گردید. زود آنها این دخترک را تیار کردند و بار اول در سپکتاکل حلیمه
این هنرپیشه جوان برآمد کرد. بعد وی در ایچکریده یعنی حوله درون نام اثر نوی کامل یاشین رول اساسی گلسره را اجرا کرد. ثانی در فرهاد و شیرین، لیلی و مجنون رول های اساسی شیرین لیلی را اجرا کرد و طول 1 سال این دخترک هوشیار و زیرک با کمک حلیمه ناصیر و هنرپیشه های نامدار همین تئاتر کریم زاکری و دیگران تیز ملکه های اساسی هنر اکتوری را از خود نمود. همین وقت سال 34 در شهر خوجند تئاتر کسبی تشکیل می شود و در این تئاتر کسبی هنرپیشگان نمی رسیدند. آنها شنیدند که در تاشکند یک هموطنشان برآمد می کرده است و بسیار آوازه پیدا کرده است و بسیار مشهور شده است. آنها زود به تاشکند می روند و توفیقخان را یافته تشویقات می کنند که تیزتر وی به وطنش به شهر خوجند برگردد که کان بادام نزدیک است. آنجا مادرش زندگی می کنند و با مصلحت هموطنان توفیقخان گوش داد و برگشت. همان شبی که وی در خوجند پیدا شد، همان شب کنسرت نشان داده شدند و توفیقخان در این کنسرت بار اول برآمد کردند. 7-8 سرود هایی که در ازبکستان از خود کرده بودند همین سرودها را اجرا نمودند و تماشابین زود این کس را دوست داشت. بسیار موفقیت کلان پیدا کردند. بعدتر در سپکتاکل های حلیمه، آرشین مالالان، حکم که از روی اثر ترسونزاده نمایشی آفریده شده بود برآمد کردند. آوازه توفیقخان به استالین‌آباد آمد. در استالین‌آباد هم سال 34 یکمین بار تئاتر موسیقوی تشکیل شده بود، لیکن هنرپیشگان نمی رسیدند. راهبران تئاتر در جستجوی استعداد بودند. بنابراین شنیدند که در خوجند یک حافظه بسیار نامدار پیدا شده است، بسیار صحنه زیب است، بسیار آواز خوشروی دارد و نامش توفیقخان فاضل بوده است. زود نماینده خودشان را فرستادند و وی آمده از خوجند توفیقخان فاضل را به استالین‌آباد آورد. من همین طور توفیقخان فاضل در طول 3-4 سال از یک تئاتر به تئاتر دیگر گفتن ممکن است که دزدیده می شدند. در حقیقت این دزدی بی سبب نبود. آخر آن سالها هنرپیشگان نمی رسیدند، دانشکده های صنعت وجود نداشتند. بنابراین هر یک گلی که در یگان تئاتر پیدا شود این البته یک کشفیات، یک بازیافت بزرگ بود. برای خود هنرپیشه هم وقت نبود که وی اکنون دانشش را در یگان دانشکده اقلا در یگان آموزشگاه تکمیل دهد، چون که تئاترها تشنه هنرپیشه با استعداد بودند. وقتی که توفیقخان به شهر استالین‌آباد برگشتند، آن کس در اینجا نه اینکه یک استعداد نادر بلکه یک بازیافت بزرگ بودند که تمام موفقیت تئاتر از همین کس عبارت بود. بنابراین توفیقخان را زود در سپکتاکل هایی که این تئاتر نشان میداد در کنسرت ها برآوردند و توفیقخان در طول 2-3 سال تیز شهرت پیدا کردند. لیکن تئاتر که از بس که جوان بود، تئاتر از بس که کادرها نداشت، اثرهای بزرگ حالا به دست نآورده بود، خیلی در تشویش بود. بنابراین در پیسه های یک پردگی و در کنسرت ها برآمد کردن برای هنرپیشه جوان این یک تجربه بود. اما تئاتر
آیسته آیسته به درامه‌های موسیقی کلان مراجعه کرد. نه اینکه این اثرهای ترجمه‌ای بودند، بلکه اثرهای ملی هم پیدا شدند و یکی از همین خیلی اثرهای نوی ملی درام موسیقی این درام موسیقی واسع بود که سال 37 در تئاتر موسیقی ما نشان داده شد و بسیار موفقیت کلان پیدا کرد. اثر را غنی عبدالله نوشتن و یک قطار راهبران تئاتر آن را در صحنه سال 1 سال تیاری دیده بعد به تماشابینان نشان دادن. از بس که در تئاتر موسیقی هنرپیشگان کم بودند نمی رسیدن، تمام هیئت ایجادی تئاتر درام به نام لاهوتی هم در این سپکتاکل جلب کرده شد. 17 ایول سال 37 درام موسیقی واسع در صحنه نشان داده شد و توفخان فاضل و در نقش گل ایزار دختر واسع که شورش برداشته است و میخواهد ضد ستمگران، ضد ظلم و اسارت خلق را به اطاعت آورده مبارزه برد. دختر من همین راهبر اسیانگران گل ایزار در اجرای توفخان فاضل و بسیار هم دلکش و دلربا بود. سرودهایی که این قهرمان می سرایید تماشابینان را مفتون می نبود. در تئاتر آیسته آیسته مسئله های تربیه اکتیار، تربیه حافظان به راه مانده شد. آیسته آیسته ارکستر سیمفونی تشکیل شد، بالت روید، خار تأسیس یافت و حافظان در زیر راهبری یک استاد بزرگی که از لنینگراد آمدگی بودند و پراکوفیف نام داشتند، آیسته آیسته آنها طرز خوانش را یاد گرفتند. از بس که آنها سواد داشتند، برای آنها حتی آموزش نوت یاد داده شد. طول 2-3 سال حافظان با راهبری پراکوفیف طرز در صحنه سراییدن، طرز از خود نمودن میراث هم ملی و هم اروپایی را از خود نمودن هضم کردن و آوازشان آیسته آیسته صیقل یافت. طبیعت به توفخان آواز چندان بلند نداده است، لیکن این آواز بسیار زیبا بود. خرد باشد هم نهایت فارم بود. در آواز البته پیش از همه نه قوه و نیروی آن، بلکه تنین لحن آن اهمیت دارد. تنین آواز توفخان بسیار نفیس، بسیار فارم، بسیار دلنشین بود. طبیعت این حافظه را همین خیلی پروریده است که موسیقی گویا که در وجود همین خواننده جایگیر شده است. هر یک سرودی که این هنرپیشه در صحنه اجرا میکرد از قلب دلش سرشار بود و با واسطه این آهنگ نفیسی گلویش به تماشابین تأثیر میرسانید. راهبران تئاتر موسیقی کار را همین خیلی تشکیل کردند که تئاتر تیز سبز زد و بدتر با اجرا نمودن حتی ژانر مرکبترین صنعت موسیقی اپرا مستحکم کمر بنند و در حقیقت در نتیجه زحمت زیاد سال 1939 تئاتر موسیقی تاجیک برای آفریدن نخستین اپرای تاجیکی شورش واسع خیلی زحمت کشید و این آرزوی خود را در عمل اجرا کرده توانست. 16 اکتبر سال 1939 به مناسبت 10 سالگی تاجیکستان در صحنه تئاتر موسیقی حاضر بنای تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی همین
اثر اپرای نو تاجیک اولین اثر نشان داده شد. تاجیکانی که از چی بودن اپرا خبر نداشتند و این ژانر مرکب را از خود نکرده بودند، در یگان جا گوش نکرده بودند، بار اول در اساس مواد ملی خودشان چی بودن اپرا را فهمیدند که در اپرا همه گفتگوی قهرمان ها تنها طرز سرودخوانی انجام می یافته است و خوشبختانه آغاز این اثر با برآمد توفه‌خان فاضل به سر می شود. وقتی که پرده گشاده می شود، گلعذار در تحت درخت در بالای یک سبززار نشسته محبوب خودش نظیر را انتظار است و وی نخستین اره خودش را که در اساس آهنگ ملی تاجیکی اساس یافتگی بود همین را می سراید. گفتن ممکن است که اپرای تاجیک با توفه‌خان فاضل و سر شد. ثانی آیسته آیسته دیگر اپراهای ملی تاجیک پیدا شدند، هم در کوه آهنگر، هم در طاهر و زهرا توفه‌خان فاضل و برآمد میکردند و خصوصا روزهایی که تئاتر موسیقی ما اکنون سال 40 و به تئاتر اپرا و بالت مبدل گشت، این تئاتر در دهه صنعت تاجیک در مسکو اشتراک کرد. بار اول تئاتر موسیقی جوان ما دو اپرا را، هم کوه آهنگر و هم شورش واسه را در صحنه فیلیال تئاتر کلان SSR، ثانی شورش واسه را 19 اپریل حتی در صحنه اساسی تئاتر کلان SSR یعنی بار دوم نشان دادند. منعقدهای مسکو در تقریظهایشان توفه‌خان فاضل را در جای اول گذاشتند. گفتند که این هنرپیشه بسیار هم زیبا می سراید، آوازش خرد است، لیکن این آواز چنان تاثیر بخش است که از حافظه های پرتجربه دیگر تئاترهای اپراوی کم نیست. همین خیلی بهای بلند داده شد و توفه‌خان با سر بلند به استالین آباد برگشتند. توفه‌خان از باطن درامای موسیقی را دوست می داشتند. از باطنشان این کس اکتریس ملی بودند، بسیارتر چیزهای ملی را دوست می داشتند. بنابراین فهمیدند که آواز خرد آن کس در این تئاتر کمتر عذاب بکشد، کمتر است، یعنی بنابراین آن کس تئاتر دراما را پسند کردند و سال 1949 توفه‌خان به تئاتر درامای ما، تئاتر نخستین ما به نام لاهوتی آن کس گذشتند. برای تئاتر لاهوتی این کس یک بازیافت نو بود، یک گفتم ممکن که هنرپیشه نوی لیریکی که بعد از صافیه خان طیبای و پیدا شد. تئاتر همین قدر خرسند شده در سپکتاکل تهیه نموده استاده خودشان علیشیر نوایی رول اساسی محبوبه شاعر گلی را به توفه‌خان سپاریدند. از بس که توفه‌خان آواز داشتند، آن کس می توانستند سرایند و در پیسه سرودخانه وجود نداشت، لیکن خودی تهیه‌گر سپکتاکل یفیمی سایش میتلمن در یک چند صحنه ها این قهرمان را با سرود تأمین نمود و بسیار سرودهای خوشروی بود و این سرودها را توفه‌خان سراییده از صحنه درد و علم قهرمانشان را با شعرهای علیشیر نوایی افاده می نمودند. توفه‌خان زود در برنامه تئاتر به نام لاهوتی رول‌های مناسب پیدا کردند که در آنجا هنر سراییدن توفه‌خان را رژیسورها استفاده برده قهرمان را با سرودهای جانگداز تأمین نبودند. من همین خیلی یکی از اسپکتاکل هایی که برای مردم بسیار نزدیک و هم فهما بود این دختری ناکام بود.
دختر ناکام از روی یادداشت‌های صدرالدین عینی، از روی یک حکایه بسیار جالبی این نویسنده رویده است. آن را جلال اکرامی نوشتند و توفه‌خان رول همین قهرمان اساسی دختر ناکام مهتاب را اجرا کردند. دختر ناکام مهتاب در یک گوشه دوردستی، یک بی آدم گفتن ممکن است که در نزد یک مزار خوب استقامت میکنند. پدرشان متولی است که همین مزار را اداره میکند و این شخص بسیار تقوادار فریبگر و لعین مردم را فریب میدهد. دختر باشد سینش به یک جای رسیده است و در زیر از درون چهار دیوار حولی متولی بیرون برآمدن نمیتواند. تمام غم و غصه من همین دختر در اجرای توفه‌خان فاضل و بسیار هم تأثیر بخش افاده یافت و در صحنه آخر که این دخترک از چنگال پدر جاهلش خلاص یافته نمیتواند، قسمت خودش را برپا کردن نمیتواند، بخت را آرزو دارد لیکن از بخت درکی نیست، همین دختر خودش را از بام پرتافته هلاک میگردد. بسیار قهرمان های توفه‌خان فاضل و این فاجعه را از سر گذراندگی بودند. هم نورخان، هم حلیمه، هم دیگر قهرمان های آن کس. اکنون باز مهتاب پیدا شد. تئاتر برای توفه‌خان یک مکتب نو گردید. توفه‌خان اکتریسی می باشند که آن کس از بس که معلوماتی مخصوص تئاتری نداشتند، بنابراین از رژیسور، از کارگردان ها بسیار وابسته بودند. همین خیلی اکتورها را اکتورهای رژیسور میگویند. رژیسور اگر خواهد دید نقص فهماند، این اکتور یا اکتریس در صحنه از بس که وی استعداد فطری دارد، خودش تیز فهمیده ابراز را با وجود آورده میتواند. من توفه‌خان همین خیلی اکتریس بودند که اون کس از کارگردان بسیار وابسته بودند. در خانه چندان مستقلانه کار نمی کردند. همه چیز گویا که در همین تئاتر سبق می آموختند، در همین تئاتر به وایه رسیدند، در همین تئاتر گل شکفتند. من برای همین هم کارگردان های تئاتر به این اکتریس توجه خاص ظاهر کردند. همیشه استعداد فطری اون کس را به نظر گرفته با اون کس نقص مخش میکردند و هنگامی که رول به خود اکتریس معقول شود، البته در آن صورت استعداد این هنرپیشه پرره گشاده میشد. نه تنها رول های ملی بلکه کلاسیکای جهان برای این اکتریس اکنون دسترس گردید. یکی از همین خیل رول های اساسی کلاسیکی این گونریل در شاه لیر فاجعه ویلیام شکسپیر می باشد. این اسپکتاکل را تئاتر سال 1957 روزهای دهه دوم صنعت تاجیک در مسکو آماده نمود و در آنجا نشان داد و از بس که در مسکو همون سالها شاه لیر نشان داده نمیشد، این تحفه آورده تاجیکان برای مردم پایتخت یک نویگری، یک بازیافتی بزرگی بود. بسیار خادمان بزرگ تئاتر روز نشان دادن شاه لیر در مسکو حاضر شدند و همه از مهارت هنرپیشگان تاجیک مفتون گشتند. همه در منعقدها در تقریظهایشان به اجرای رول اساسی شاه لیر قاسیموف و دیگر رول ها خصوصا گونریل در اجرای توفه‌خان فاضل و بهای مثبت دادند. بدتر توفه‌خان فاضل و در پیسه های مادر اندر بلزاک، بعد از این در مکر و محبت شیلر در رول لیدی میلفورد، در بسیار پیسه ها و یکی از بهترین ابرازهای اجرا کرده آن کس این کروچینینا در گناهکاران بیگناه می باشد
که این به قلم استروفسکی نام درامانویسی بزرگی روس تعلق دارد. این پیسه در بسیار صحنه‌های روس نشان داده میشد، لیکن تئاتر لاهوتی سال 62 به این اثر مراجعت کردم. بعد دفعه دوم سال 72 از نو آن را سایقل دادن نشان دادن و سال 1973 وقتی که تئاتر به نام لاهوتی در مسکو سفر هنری داشت و این سپکتاکل را در قطار دیگر اثرها در صحنه کهنسال‌ترین تئاتر روس مالی تئاتر یعنی تئاتر خرد این را نشان داد. بسیار مردم روس برای کنجکاوی خودشان به این تئاتر حاضر شدند و انتظار بودند که کنی تاجیکا اثر روسی ما را چخیل اجرا میکرده باشند. گفتند همین. حتی بسیار اکتورهای نامدار روس پیدا شدند و وقتی که آنها این سپکتاکل را تماشا کردند از بازی توفه فاضل و بسیار شاد گشتند و بعد به انجام رسیدن سپکتاکل همین هنرپیشه های برجسته از جایشان خسته کفکوبی کردند و آفرین خواندند و بسیاری ها آمده در پردازخانه توفه خان فاضل و واحد و دیگر هنرپیشه های تاجیک را تبریک نمودند. و وقتی که 15 ایون سال 73 بعد انجام رسیدن سفر 2 هفته ایجادی تئاتر به نام لاهوتی محاکمه سپکتاکل ها برپا گردید و بهترین منعقدهای روس در این محاکمه اشتراک کردند، همه با یک آواز گفتند که تئاتر روس گناهکاران بیگناه را بسیار نشان داده است. طول زیاده از 100 سال چندین کروچینی نهای نیز نام‌ها پیدا شده بودند، لیکن ما امروز قائل شدیم تاجیکان همه آهنگ‌های رقت آور یعنی ملودراماتیکی پیس را برطرف نموده اساساً دقت خودشان را برای جستجوی تلاش بخت و سعادت و آرزوهای نیک سفربر نمودند و یک سلسله سیماهای بسیار جالب آفریدند که در بین آنها کروچینین در اجرای توفه فاضل و نیزناموف در اجرای محمود جان واحدوف یکی از موفقیت‌های برجسته اکتوری به شمار می رود. بسیار بهای بلند داده بودند. همین طور توفه خان فاضل و بعدتر همچون هنرپیشه خوبی دراموی شناخته شدند و سال 1972 مکس باز یک ابراز برجسته آفریدند. این تنکبیکه در شب گرفتنی مهتاب بود. توفه خان نه تنها سلسله ابرازهای دراموی را آفریدند، آن کس همچون حافظه خوشل خان در بسیار کنسرت ها قریب 2000 3000 4000 بار برآمد کردند و بسیار سرودهای دلنشین می سراییدند و مردم آن کس را دوست می داشتند. البته به نظرم بهترین سرودی که آن کس می سراییدند این می پرورم بود. بعد توفه خان این سرود را بسیار حافظه ها سراییدند، لیکن به نظرم یگان حافظه و مثل توفه خان اینقدر نفیس، اینقدر ملایم، اینقدر موسیقوی زیبا نسراییده است. این سرود در اجرای آن که سال 1950 تیز آوازه پیدا کرد و آوازه آن کس ابدی در گوش ما در دل ما تأثیر گذاشته است. در دلم گنجینه مهر و وفا می پرورم، در وفای و شفقت و کار و سخن سنجیدم، در وفای و شفقت و کار و سخن سنجیدم.
شود پیوسته